این گفته های مولانا و دیگر بزرگانمان تنها در اون حالت میتواند ما را خوب به درجه کمالات رساند که ما آنها را در وجود خودمان تطبیق کنیم و سپس به آنها عمل کنیم. در غیر این صورت سلام و درود بینندگان نهایت عزیز و گرامی، با آرزوی تنصیحتی و خانه آبادی شما عزیزان نشر 22مین برنامه شرح قصه ها و ابیات کتاب عالم شمول حضرت مولانا جلال الدین بلخی مثنوی معنوی را ادامه می دهیم. خب خدا را هزاران شکر که باز اینقدر فرصت داد برای ما تا یک برنامه نو، یک چیزی نو از حضرت مولانا برای شما عزیزان گفته باشیم. قبل از آغاز موضوع خودمون به یکی دو نکته بد نیست اگر اشاره کنیم که ما عین حال در یک ماه بسیار خوب پربرکت قرار داریم که اول این ماه روزی دانش بود، یعنی 1 سپتامبر روزی دانش. هر روز باید برای ما روزی دانش باشد، روزی آموزش باشد، اما این روزی مخصوص که خب دانش آموزان عزیزی ما خب سال نوی تحصیلی را آغاز میکنیم و به همه دانشجویان، دانش آموزان که اکثرا خب شنوندگان ما هم در این قشر می باشند، این روزی خوب پربرکت را برایشان مبارکباد میگوییم. خب کمی این طرف می آییم، روزی 9 سپتامبر روزی خب صاحب استقلالی کشوری عزیز و محبوبمان هست که این استقلالیت مبارک و پربرکت هم می توانیم گوییم که حتی همین موضوعات ما، همین خوب نوارهای ما به برکت همین استقلالیت هستند، چون ملت وقتی اگر زیر سلطه یک کشوری دیگر، یک نمیدونم خوب فرهنگی دیگر باشد، او هیچگاه نمیتواند آزادانه از فرهنگ خود، از تمدن خود، از گذشتگان خود یاد کند و اونها را زنده کند و احیا کند. اما ما خدا را هزاران شکر که این نعمتی به بها را خداوند برای ما نصیب کرده است. در زیر سایه این استقلال می توانیم از گذشتگان خود چیزی بگوییم، خب آموزه های آنها را زنده کنیم، آموزه های آنها را، تعلیمات آنها را برای یکدیگر تعلیم دهیم و از آنها ثمرناک هم استفاده بریم. به خصوص خب ما وقتی که می بینیم از جانب خب سرور محترم دولتمان بعضی اقداماتی که می شود شاید گویم بی سابقه هستن، نمیدونم، شاید میگویم، من جای ندیدم و نخوندم، مثلا از جانب رئیس جمهور یک دولت برای احیا کردن فرهنگ و تمدن اون ملت مثلا به هر یک عائله، به هر یک خاندان خب کتاب تقدیم کرده شود، اون هم یک در حجم کلان. مثلا چند وقت قبل تاجیکانی خب اکادمیک باباجان غفوروف که تاریخی ما هست اون رو پیشنهاد کردن و امروز ما در این عرفه قرار داریم که در کشور عزیزمون به هر یک خاندان به نوبت شاهنامه حکیم فردوسی بزرگوار که سرتاسر خب با زبان ناب فارسی تاجیکی است، خب از گذشتگان ما خب قصه ها دارد و بسیار آموختنی است و این اقدامات را واقعا جای تحسین است و باید هر یکی ما هم، هر نفری ما هم در پهلوی این اقدامات ایستاده سهم خود را گذاریم. خب هر کسی با اون چی که میتواند برای خب حفظ این فرهنگی بزرگ، برای خب ترویج، برای تبلیغ این فرهنگ نهایت بزرگ، ما واقعا ملت هستیم با فرهنگ و تمدنی خب قدیمه و به نهایت خب بای و غنی و باید افتخار از این کنیم و از این چیزهای آموزیم که آموزیم و به دیگران آموزانیم و نشان دهیم که ما شایسته این هستیم. این کاری یکی فرد این ملت است تا توانیم خب بزرگی این ملت را حفظ کنیم. خب
بعد کمی این طرفتر هم می بینیم که مثلا روز 3 سپتامبر زادروز این ابرمرد خب حضرت مولانا جلال الدین بلخی، این مردی که سال هاست خدا را هزاران شکر ما در این خب کانال پننامه در سر سفره این مردی بزرگ می نشینیم و غذاهای معنوی کمی هم باشد می خوریم و در حدی توان به شما عزیزان خب بعضی نکته هایی که به ذهن خودمون می رسد، خب اون چیزهایی که از دیگر بزرگان می خونیم برای شما می رسونیم تا توانیم آموزه های این مرد بزرگ را خب در زندگی خود پیاده کنیم و به همان آرمان اساسی تمام بزرگان ما که انسان شدن است، انسان کامل شدن است، تبدیل شدن از این حالت عادی به یک انسان واقعا که کزده بودد ملولم انسانم آرزوست، همون آرزوی مولانا که انسان بودن است به همون رسیدن. برمیگردیم به موضوع خود. خب ما رسیده بودیم به اون جایی که وقتی خب این زرگر را زهر خوراندن، او دیگر بعضی سخنهای گفت و از جمله این که مثلا این حسن من بود، همچنان که طاووس را مثال آورد که برای پرش او را خوب صیادان میگیرند، یا فیل را برای استخوان عاجش، یا روباه را برای پوستینش، امثال اینها. گفت من را هم این زیبایی من چی خب جان مرا گرفت یا که مرا قربانی این کرد. با این موضوع ها، با این نکته ها اشاره کرده بودیم تا بیت 221 آمده بودیم. بعد در ادامه بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد. بیت 122 خب مولانا گویا اونجا شاید یک کسی اعتراض کرد یا این چیز به ذهن خودی مولانا اومد یا که بود در اصل این اشکال که مولانا به آن جواب میگن کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زیبیم. خوب این اعتراض هم این بود که چطور می شود؟ ما گفتیم طبیب الهی، ما شاه را در اول گفتیم که این شاه هم ملک دنیا داشت هم ملک دین آخرت، بسیار یک انسانی خوب بود، انسانی وارسته. طبیب الهی چگونه شد که آمدن یک زرگر را کشتن، خون ریختن؟ این درست نمیگیرد که با این باز در مثنوی اولین قصه هم هست. بعد مولانا به این در اکثر جا جواب نمیدن، اما اینجا به این اشکال و این خب مشکلی که بود و بعضی ها میگفتن یک جواب دادن. میگن که کشتنی آن مرد بر دستی حکیم نه پی امید بود و نه زیبیم، او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهامی اله. میگن کشتنی اون مرد به دست این حکیم الهی نه به خاطر امید این بود که مثلا این طبیب الهی امید داشته باشد که شاه برای او هدایات یا یگان مقام میدهد، یا نه از بیم و ترس جانش بود که اگر این کار را نکند شاه او را میکشد. او برای این کارها نبود. این طبیب خوب او نکشتش از برای طبع شاه، او به خاطر اینکه شاه را طبعش را به دست آورد او را خوشحال کند او را نکشت تا نیامد امر و الهام اله. خب این یک الهام برای او شده بود که این کار را کند. خب این چگونه آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن را در نیابد آمی خلق. همچنان که میگن اون پسر را که خضر سر برید و کشت، چنان که عامه خلق ما انسان ها سر او را در نمیابیم که چرا این کار را کرد، این هم مثلی خب همین بود. حالا اگر ما این قصه را کشاییم، این قصه را که شاید اکثر شما هم خوانده باشید و شنیده باشید، چند بیتی بعدی هم برای ما روشن می شود. این قصه برگرفته از قصه قرآنی است. میگویند در قرآن آمده است یک بنده خوب از بندگان ما، اونجا نام خضر نیست. بعد مفسران میگویند حضرت خضر بود. حضرت موسی آمدن از خضر طلب کردن که برای من خب درس نشان ده، معنویت ده. بعد خضر به موسی گفتن تو شاید تاب او را نداشته باشی، نتوانی صبر کنی در اون مثلا درسایی که من به تو میدم. موسی گفتن نه من صبر میکنم، تو هر چی کاری گویی و هر چی کاری کنی من صبر دارم. گفتن باشه. با هم سفر کردن. در رفت اون سفر خب وقتی که از دریا عبور میکردن
خضر در اون کشتی که نشسته بودن، خضر کشتی رو سوراخ میکرد. حضرت موسی اعتراض کردن که چه کار میکنی، ما غرق میشیم. بعد خضر به موسی گفت من نگفتم در کارهای من اعتراض نکن؟ گفتن شد باشه دیگر چی نمیکنم. رفتن ادامه رو از یک جای میگذاشتن، دیدن یک کودک، یک نوجوان اونجا نشسته بود. خضر گرفت حلق او رو برید، کشت اون کودک رو. باز موسی اعتراض کردن که این چی کاری بود که کردی، خونی کودک رو ریختی، این قتل. گفتن نگفتم اعتراض نکن. باز رفتن یک خوب روستا، یک دهه رسیدن. از اونجا که اینها مسافر بودن طلب کردن به اونها چیز دهن که خورن، اما چیزی به اونها ندادن. بسیار مردمی خوب چی گویم بد خلق بودن، مناسبت خوب داشتن، اصلا اینها رو چیزی هم ندادن، جای هم نکردن براشون. رفتن نوشب از ده وقتی که بیرون میشدن از اون روستا، بیرون همون روستا گویم یک دیواری بود در حالی خراب شدن. خب خضر اومد اون دیوار رو گفت تعمیر میکنیم. موسی میگفت که آخر این مردم لااقل یک بردنان به ما ندادن، آب ندادن، چگونه ما این کار رو میکنیم؟ خضر گفت من نگفتم اعتراض نکنیم، این سوم بار است که تو اعتراض میکنیم. اون چی رو دیوار کردن. بعد خضر به موسی گفت این دیگر بین من و تو جدایی، چون 3 بار که شد تو هر 3 بار اعتراض کردی، نباید اعتراض میکردی، من به تو گفته بودم. حالا گفت من دیگر اسرار این کارها رو به تو میکشم، بعد دیگر راه ما جدا است. اول اینکه کشتی رو سوراخ کردن به خاطر این بود که در اونجا یک حاکم ظالمی بود. اگر ما کشتی رو سوراخ نمیکردیم، اون حاکم همه کشتی های خوب رو خوب غصب کرده گرفت ساده بود، از اونها میگرفت. و این صاحبان کشتی یک انسان های فقیری بودن که با همین کشتی که مسافران از اینجا به اونجا میبردن روزی خود رو میافتن. اگر کشتی رو من سوراخ نمیکردم، او رو میگرفت، از این کارشون میموندن. این کشتی رو سوراخ کردیم، حاکم تا ببیند این کشتی عیب دارد، خوب یک عیب به خود دارد، او رو نمیگیرد. این اول. دوم، سری اون نوجوان رو بریدن به خاطر این بود که این اگر بزرگتر میشد بسیار به کارهای بد میرفت و فسق و کارهای کفر، خلاصه کار میکرد که پدر و مادرش رو هم به این کفر میکشم. من این کار رو کردم تا به او یک فرزند صالح بدهد. این رو گرفتیم، به او یک فرزند صالح خداوند میدهد و اونها هم دیگر از اون خوب کاری خوبشون و ایمانشون حفظ میشود. سومین این که این دیوار رو چرا تعمیر کردیم در حالی که این مردم به ما چیزی ندادن؟ زیر این دیوار گنج پنهان است از آن 2 یتیم. اگر این دیوار به نزدیکی که نزدیک بود بیافتاد میافتاد، اون گنج ها آشکار میشدن، این مردم اونها رو میگرفتن، به اون 2 کودک یتیم نمیرسید. حالا ما این دیوار رو که تعمیر کردیم سالها باز میموند تا اینکه اینها خودشون بزرگ شوند و اون گنجنامه رو پیدا کنند و این گنج خود رو بگیرند. و این اسرار رو با حضرت موسی کشاد خضر. موسی هم دیگر جای اعتراض نبود و بین اینها جدا شد. این بیت و چند بیت بعدی حالا میرسیم به اونجا هم اشاره به این قصه داره. این قصه رو در یاد بگیریم تا این ابیات برای ما گشوده شوند. آن پسر را کش خضر ببرید حلق، سر آن رو در نیابد عام حلق. اون پسر رو که میگم وقتی که خضر سرش رو برید، البته وقتی تو این رو آشکار نکنیم، حضرت موسی که پیامبر خدا بود اعتراض کرد، در نیفتن، ما از کجا در میابیم؟ عامه دیگر ما این رو نمیفهمیم. بسیار کارهای در زندگی در این دنیا میگذرد که مثل همین ما سرش رو نمیدونیم اما اعتراض میکنیم. در همین دفتر اول در آخرهایش بیت 3757 یک جا مولانا هم بسیار به این یک چیزی اشاره خوبی داره. میگن که آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. این که ما این کارها رو خطا میبینیم، بسیار کارها رو در این زندگی میگیم چرا این طرف شد، چرا فلان شد، مثل کشتنی همین زرگر دیگر چرا این طرف شد. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست. اون کار خب خطا نباشد شاید، اما این عقل ما، این نگاه ما او را خطا میپندارد. آن خطا دیدن ز ضعف، از ضعف عقل ما هست. عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. اون عقل کل اگر مغز باشد، این عقل جزوی ما پوست است. ما تنها ظاهر را میبینیم، ما مغز را ما دیدن نمیتوانیم. به این خاطر سر اینها برای ما که ناروشن است، ما زود قضاوت میکنیم و این درست این نادرست میگیم. اما اگر مغز را میدیدیم این کارها را نمیکردیم. خیش را تعویل کن، نخ بار را، مغز را بدگوی، نه گلزار را.
بعد مولانا میگن که تو بهتر است خودت رو تعویل کن، نه این قصه ها رو بیای گو که این خطا بود، باید این اخباراتی که به ما رسیده است، این واقعه هایی که میشود، اینها رو تعویل نکن. تو این مغز رو تعویل کن، خودت رو تعویل کن، درست میشود اینها. نگاه تو اگر درست شود یا که این عقل جزوی تو به عقل کل پیوست شود، تو دیگر میبینی که ایه پشت این پرده چی بازی های خوبی بوده است و ما همه رو بد میپنداشتیم. دیگر جای هیچ اعتراض چی نمیم. خیش رو تعویل کن، نه اخبار را، مغز را بدگوی نه گلزار را. تو وقتی یک گلزار میدرایی، گلزار رو که بد میگویی چی میبینی؟ گلزار بد نیست، تو این مغز خودت را اصلاح کن. اینجا خوب چیزهای بد جمع شدن که گلزار رو، گلها رو نمیبینن در این زندگی، فقط خارها رو میبینن. به این خاطر این را بدگوی، نه این زندگی را، نه این چیزهایی که در کائنات میگذرد. آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست، عقل کل مغز است و عقل جزو پوست. خیش را تعویل کن نه اخبار را، خیش را تعویل کن نه اخبار را، مغز را بدگوی نه گلزار را. این در آخری مثنوی است، در آخری دفتر اول. بعد در ادامه مولانا میگن آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچی فرماید بود عینی ثواب. ادامه قصه خودمون میگه که خب اون کسی که از حق وحی میگیرد، الهام میگیرد، آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچی فرماید بود عینی ثواب. او دیگر هر چیزی که میکند و میگوید درست است. ثواب یعنی درست. چرا؟ چون او از هوای نفس خودش، از روی غرضهای خودش که حرف نمیزند. او از یک منبع میگیرد و همین که ما از اول گفتیم بشنوی نی، او الکی نی شده است. نی که شد دمنده دیگر اون نیست، دیگر آن دمنده ما خودمون نیستیم، ما فقط یک واسطه میشود. انسان دمنده کسی اون ذات است که از او دیگر چیزی خطا چیز سر نمیزنند. میگن آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچی فرماید بود عینی ثواب. مثل انبیا و اولیا و دیگران. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دستی خداست. آن کسی که اگر جان بخشید اگر کشت هم رواست، نایب است و دستی او. اونها خب نایبان، جانشینان، خلیفگان خداوندند و هر کاری که میکنن خب دستی او دستی خداست. مردان خدا خدا نباشن، هم موزی خدا چی جدا نباشن. بعد در ادامه بسیار یک نکته خوب رو مولانا باز میکنن. میگن که همچو اسماعیل پیشش سر بینه، شاد و خندان پیش تیغش جان بیده، تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جانی پاک احمد با احد. میگن که تو بهترش چیکار کن وقتی که در زندگی قضا کائنات این کارها میگذرد و ما بسیار اعتراض میکنیم، چیزهایی رو که به این عقل خود در نمیابیم. بهترین راهش این است، میگن همچو اسماعیل پیشش سر بینه. همچنان که اسماعیل خب فرمان پدر را، فرمان خدا را قبول کرد و اومد به قربانی راضی شد، تو هم میگن همچو اسماعیل پیشش سر بینه، پیش این واقعات، این احکام، این خوب چیزهایی که میشود سری تسلیم، یعنی قبول کن. پیش همچو اسماعیل پیشش سر بینه، شاد و خندان پیش تیغش جان بیده. خب پیش این تیغ قضا، این واقعاتی که میگذرد قبولشان کن. بهترین راه است. خب وقتی قبول کردم چی میشود؟ وقتی که من اگر سر نهادم و قبول کردم، تا بماند جان خندان تا ابد. یعنی شرط تو میخوای که این جان، وقتی که جانی تو خندان شد، یعنی که این تو روح روانت شاد باشد، قبول کند، تو انسان دیگر غم ندارد. در برای انسان دیگر غم و غصه و ناراحتی ها از بین می رود. این مفهوم ها دیگر وجود ندارد. تا بماند جان خندان تا ابد. کی میماند جان ما خندان؟ این جان ما کی خندان می شود؟ وقتی که پیش حکمش سر نهادیم، یعنی قبول کردیم. پذیریش، قبول کردن تمام مشکلات ما رو حل میکند. این ما هستیم وقتی که قبول نمی کنیم، مشکلات سر میزند و ما برای هر یک چیز اعتراض میکنیم، غم می آید، غصه می آید، درد می آید، دیگر همینا سراغ ما آمدن، چون ما ناراضی هستیم. وقتی که انسان راضی باشد، قبول کرد، دیگر جای غم نمیموند. که تا بماند جان خندان تا ابد، همچو جانی پاک احمد با احد. همچنان که جانی پاکی خب جناب رسول خدا با خداوند وقتی که تسلیم شدن، دیگر برای اونها این غم و درد و اندوه و
دیگر بزرگان ما معنا نداشت، تنها از خوبی بود، خوبی را میدیدند در زندگی. جای دیگر هم مولانا میگن صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرشی زر نماید آب و گل. تو صلح کن با این پدر. با کدام پدر؟ با این خوب تمثیل میزنن قضا و قدر، اون خواسته های خداوند، اون چیزی که در زندگی سرنوشت سر میزنه، تو اینها رو قبول کن، صلح کن. تو جنگ نکن، استیزه مکن، تو نیا جنگ و جدال کنی، ناراضگی کنی. صلح کن با این پدر، با این قضا و قدر عاقی بهل. خودت رو عاقی این قضا و قدر خداوند نکن. چی وقتی که صلح کردی چی میشود؟ صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرشی زر نماید آب و گل. این آب و گل، این زمین دیگر فرشی زر، هر جا برای تو خوبی، طلا، خوش و خندان، باغ و بوستان میتابد، چون تو قبول کردی. بعد میگن در ادامه من که صلح هم دائما با این پدر، میگم من که صلح کردگی هستم، آشتی کردگی هستم، قبول کردگی هستم، پذیرفتم همه چی رو، من که صلح هم دائما با این پدر. این جهان چون جنت هستم در نظر، این دنیا برای من مثل جنت هست. میگن من بدی نمیبینم، یعنی جنت اون جایی که هیچ بدیه، هیچ غمه، هیچ غصه نیست، همه جا عالم گلستان است برای من. میگن برای چی؟ من که صلح هم دائما با این پدر، من صلح کردگی هستم، قبول، هر چی آید چشم قبول. این فرموله شاد زیستن از جانب حضرت مولانا، یعنی که قبول کردن. تو میخواهی جانی تو خوب خوش و خرسند و خرم باشد، غم سراغی تو نآید، فرمولش هست پیشش سر بینه، همچو اسماعیل پیشش سر بینه، یعنی که قبول کن. خوب وقتی که ما خوب گفتیم، اون مشکلی دیگر وجود ندارد. مشکلات و پرابلم ها اون وقت وجود دارن که ما اونها رو قبول کردگی نیستیم. وقتی قبولش نمیکنی که میموند پشتی در. قبولش کن، اومد، وقتی که وارد شد تمام، او هیچ چیزی نیست، از بین میرود. این فرموله که مولانا برای ما پیشنهاد میکنن، همچو اسماعیل پیشش سر بینه، شاد و خندان پیش تیغش جان بیده، تا بماند جانت خندان تا ابد، همچو جانی پاک احمد با احد. این بهترین فرموله. عاشقان آنگه شراب جان کشند، که به دستی خویش خوبانشان کشند. یا که در دیگر نسخه ها این شکلی که خوندیم، در نسخه خونی این طور آمده است. در دیگر نسخه ها عاشقان جامی فرح آنگه کشند، که هر دو هم یک معنا دارد. عاشقان آنگه شرابی جان کشند، یا عاشقان جامی فرح آنگه کشند، که به دستی خویش خوبانشان کشند. ما کی جامی فرح می نوشیم، جامی شادمانی، ما کی دیگر اون شراب جان را دریافت میکنیم؟ اون وقتی که به دست خود، خوب که به دست خیب خوبانشان کشن، یعنی نه اینکه کشن، اون تعلقات رو ببرن. بند بکسل باش آزاد ای پسر. هر چقدر تعلقات بریده شد، رشته ها کنده شدن، ما دیگر متعلق نباشیم، ما وابسته نباشیم، ما اون هر چقدر این تعلقات کمتر، جام فرح و شادمانی بیشتر. هر چقدر این تعلقات بیشتر شدن، شادمانی ما کمتر میشود، غم و غصه های ما زیاد میشود. چون هزار بند اگر تعلقات به ما بسته باشد، هر طرف ما رو کشن، تصور کنید چی میشود. اما از هیچ بند به هیچ بند ما بسته نباشیم، هیچ طرف ما رو جلب خود نمیکنه. انسان آزادش بند بگسل باش آزاد ای پسر. اون وقت دیگر انسان چی؟ جام فرح را می نوشد. عاشقان آنگه شراب جان کشند، که به دست خویش خوبانشان کشند. یا که می شود به این طریقه معنا کرد که خوبانشان به دست خودشان این عاشقان را کشند. هر دو هم خوب انسان میتونند معنا گیرند، بستگی دارد به برداشت ما و شما. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. این پادشاهی قصه ما میگون اون خونی زرگر رو از برای خوب شهوت و غرضهای خودش نریخت، این بدگمانی رو رها کن. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبر. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غش کی حیلت پالودگی. تو گمان کردی که او آلودگی کرد؟ نه، امکان ندارد. اون کسی که اصلا هیچ غرضی ندارد، او پاک باشد، کی ما یک کار بد میکنیم؟ اون وقتی که با از روی هوا و هوس خودمون، از روی یک غرض یک کار کنیم، چون غرض آمد این چه پوشیده میشود، انسان یک اشتباهی میکند. چون غرض آمد حقیقت
چی پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. وقتی که این غرض می آید، این حقیقت پوشیده می شود، ما کاری اشتباه میکنیم. وقتی که انسان هایی که وارستند و آزادند، از هوا و هوس سرچشمه نمیگیرد کاری اونها، برعکس چنانی که گفتیم او امر و الهام که میگیرن، اونها اشتباه نمیکنن. به این خاطر میگن شاه اینجا امکان ندارد که خب او اشتباه کند. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقرت جفا. خب این ریاضت و این جفا و این چیزهایی که میکشند برای چی است میگویند؟ برای این است که خب تا برآرد کوره از نقره جفا. کوره یعنی همون تنور، همون آشتانی که خوب در اون یک ظرف میموندن و نقره و همین فلزات رو میجوشوندن تا اینکه همون خالصی از ناخالصی جدا شوند. میگن این کوره برای چه؟ تا اینکه نقره رو از همون جفا یعنی خس و خاشاک و چرک پلیدیایی که داشت جدا کند. اون کوره برای همین است. این کوره خب جفا و رنج و درد و ریاضت های زندگی هم برای همین است. ما رو این مشکلات و این چه ها می آیند، این ریاضت ها، به خاطر اینکه ما رو از این ناخالصی هایی که داریم جدا کند. تا برآرد خب بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. خب در نسخه سریلیکی که در تاجیکستان نشر شده است، تا بجوشد بر سر آرد زر زی بد آمده است که این اشتباه است. زبد یعنی چرک و پلیدی و همون کفکی که در روی خواه آب باشد، خواه همین چارو که میجوشانند شیر باشد، خواه اون طلا و نقره باشد. حالا بیت رو کشاییم معناش روشن‌تر میشود. میگون بهر آن است امتحان نیک و بد. این امتحان نیک و بده که برای ما میآید در زندگی میشود، به خاطر چی هست؟ تا بجوشد بر سر آرد زر زی بد. تا اینکه وقتی که زر رو میجوشانند، طلا رو میجوشانند، خب همین جوشش هست که اون کفک یعنی اون پلیدی ها، اون چرک ها بالا می آیند و طلای خالص جدا می شود. اون رو می گیرند یک طرف و طلای خالص رو جدا می گیرند. تا بجوشد، تا همون دیگ بجوشد، بر سر آرد بالا بیارد زر زبد رو، یعنی که اون چرکینیش رو، نه زیبد، زبد. بهر آن است امتحان نیک و تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. جای دیگر هم در دفتر همین اول همین کلمه رو مولانا بسیار جای استفاده کردن. از کبد فارغ بودم با روی تو و از زبد صافی بودم در جوی تو. گفته این چی هم اشاره دارن. و در ادامه میگن که گر نبودی کارش الهام اله، او سگه بودی در آن اندر شاه. اگر میگن این کاری که شاه کرد یا این امیر، این طبیب الهی کرد، اگر یک امر و یک الهام از جانب خدا نمی بود، او نه یک پادشاهی خوب بلکه یک سگی درنده بود میگود. او برعکس او شاهی خوبی بود که اون یک الهام گرفته بود که این کارو کرد. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد او لیک نیکی بدنما. او از هوا و هوس پاک بود، یک کاری بسیار این کاری نیک کرده بود، اما اون نیک به ظاهر بد میتافت. چون ما ظاهر رو میبینیم، ظاهر بد بود اما یک کاری نیک کرد، نیکی بدنما بود. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. باز هم اشاره به همون قصه میگن که اگر حضرت خضر در بحر اون کشتی را شکست، صد درستی در اون کاری او بود. اگر او را نمیشکست، او کشتی را غصب میکردن، میگرفتن، اینها از همون نانی خوردشون هم میموندن. و همی موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بیپر مپر. ببین میگن موسی با همون علم و هنر و پیامبری که داشت، این سری کارهایی خضر را در نیافت. من و تو از کجا می آییم یک چی را ندانسته قضاوت میکنیم، میگیم فلان خوب است فلان بد است. این قضاوت دشمن جان ما هست. قضاوت کردن و مقاومت کردن این بسیار یک چیزهای بدی هستند که یک مانع رسیدن ما به اون خوب حقیقتی خودمون میشه. چون وقتی ما قضاوت کردیم نیک و بد میکنیم، میگیم این هست این هست، خوب عقل خود رو پیش میبیاریم گویا اون قضا و قدر، اون کسی که این زندگی رو میچرخاند راضی نیستیم به کارهای او. به این خاطر این قضاوت کاری بسیار بد است که زیبنده ما انسان ها نیست. متاسفانه ما گرفتارشیم. و همین موسی با همه نور خیرت، با همه نور خیرتی که داشت، شد از آن محجوب. خوب زیر پرده ما ندید اون حقیقت را.
تو بیپر مپر، پس تو هم بیپر مپر به این خوب مرشید، به این پیر، به این تعلیمات این بزرگان زود پیش نرو و هرچی رو قضاوت مکن. آن گلی سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است او تو مجنونش مخوان. اون خونه که زرگر بود، خونه او رو که ریختن و خون نبود، او گلی سرخ بود، تو را خون مخوان میگون. مست عقل است او، این پادشاه قسیم و مست عقل است، او را مجنون و دیوانه مگو. گر بودی خونی مسلمان کامی او، کافرم گر برده می من نامی او. اگر او واقعا خون یک انسان خوب رو، یک انسان رستگار رو میریخت، من کافر باشم اگر میگون نام او رو در این قصه می آوردم یا که مدح او رو میکردم. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. من چگونه میتونم میگم مدح یک انسان شقی بدبخت رو کنم، یک انسانی بد رو، که از مدح یک انسان و مدح و ستایش یک انسانی نادرستی بدبخت میگون عرش میلرزد. من این کار رو نمیکنم. حتی میگون به مدح کردن انسانی خوب بدبخت بدگمان گردد ز مدحش متقی. انسان های دیگه بدگمان میشون، اونها هم باور میکنن وقتی که یک انسان نادرست رو درست میگویی، پس دیگران هم میگن که خب این آدم که این رو درست گفت پس این عمل این درست است، بیا من هم مثلا همین کار رو کنم. بدگمان میشن همه نسبتی عقل و نسبتی این چیزهای خوب. خوب شاه بود و شاهی بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. این شاه قسیم یک شاه بود، اما شاهی بسیار خوب و آگاهی بود. خوب شاه بود و شاهی بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. آن کسی را که چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. هر کس را میگه اگر چنین شاهی چنین انسانی بکشد، او را گویا نکشته، سوی بخت سوی بهترین جا او را نیکنام کرده است. گر ندیدی سودی او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهرجو. اگر خوب فایده او را، سود او را در این قهر این، یعنی که در کشتن این نمیدیدن، کی امکان داشت که او راضی شود در این کار؟ یعنی مولانا اینجا گفتنی هست که بعضی کارهایی که می شود همون طوری که گفتیم ما اونها رو نمیبینیم، باطنی او را ما او را قهر خداوند میپنداریم، اما میگون تو این رو فراموش نکن که در همین قهر خداوند هم که ما او رو قهر میگوییم یک لطفی هست، چون او همیشه هر کاری که میکند به نفع من و شما میکند. او این کاری نیکی بدنما رو برای ما کرد تا اینکه ما رو از یک بدی واقعی رها کند، اما ما فقط ظاهری او رو دیدیم، قضاوت کردیم، گفتیم نه این کاری بد بود، لیکن اون کاری نیکی بدنما بود به قول مولانا. بعد اینجا مثال میزنن، میگن که بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادری مشفق در آن دم شادکام. میگن ببین وقتی که یک کودک رو، یک طفل رو پیش طبیب میبرن، حجام یعنی همون کسی که حجامه میگیرد یا که یکون زخم رو چاک میکند، بچه میلرزد، گریه میکند، داد و وای میگوید، از او چی میترسد، اما مادر مشفق در اون لحظه چی شادکام است، خرسند است. خرسند است نه به خاطر اینکه فرزندی او رو رنج و اذیت میدهند، فرزندی او رو عذاب داده ایستاده است، او خرسند و خوشحال است از اینکه بعد از این رنج و درد موقتی فرزندی او صحت مییابد، او شفا مییابد، او این رنج و درد از او دور میشود. بچه میلرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن دم شادکام. عین همین است این زندگی ما همه چی را مثل همین بچه، مثل همین مثالی که مولانا زدن، ما مثل همین چی تصور میکنیم. ببینید بزرگان ما مثلا پدر ما در کودکی یک کاری رو برای ما من میکنن، برای ما بد میتافت، اما اونها میدونستن، اونها تجربه دارن، میدونن که باید ما اون کار رو نکنیم چون اون به ضرر ما است. ولی ما که حقیقتی او رو در نمیابیم، خوب میرنجیم از پدر و مادر، اعتراض میکنیم، گریه میکنیم که من این کار رو میکنم، حتی اونها رو بد میبینیم، شاید که مرا نگذاشتن این کار رو کنم. شاید بزرگ شویم شاید دریابیم که اونها درست گفته بودن، شاید ندریابیم هم. اما ببینید در زندگی هم حالا اکثری کارهای ما مثل همین کودکی خودمان است. خب یک خدایی هست که میلیون ها سال حکمرانی دارد، خدایی دارد، همه چی رو میلیارد بار بهتر و بهتر از ما میداند. یک چیز در زندگی ما میشود، ما مثل همون کودک اعتراض میکنیم، ما نمیدونیم که این نیکی بدنما هست، حالا به چشم ما بد میتابد، ولی ما او رو قبول کردن نمیتونیم. در نتیجه تمام زندگی خود رو با رنج و درد سپری میکنیم. همون چی رو اگر ما قبول کردیم ما میگذاریم.
کودک هم اگر همون چی رو قبول میکرد میگذشت. اینجا هم میگن که مثل همین مادر بچه میلرزد از آن نیش حجام. ما همیشه از ترس و ناراضیگوی اعتراض هستیم، مادر مشفق در آن دم شاد کن. ولی اگر ما واقعا با عقل کل پیوست باشیم میبینیم که چقدر نفع بدین بعد از این زخم درست شدن برای ما دارد، بعد از این مشکلات چقدر فایده ها برای ما هست. بعد ما میبینیم چقدر این مشکلات رو ما خوب سپری میکنیم وقتی اگر این طور اینها رو قبول کرده توانیم. نیم جان بیستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. نیم جان میستاند اما صد جانن میدهد. یک چیزی رو از تو میگیرد اما هزار چیزی بهتر رو به تو میده، تو این رو درک نمیکنی. نیم جان بیستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن جهد. حتی یک چیزی برای تو نصیب میکند بعد از این چون که حتی در ذهنت نمیگنجی، در وهم و خیالت هم نمیومد که این چی نصیب من میشه. تو قیاس از خیش میگیری ولیک دوری دور افتاده ای بینگر تو نیک. اما مشکل اساسی ما چی هست؟ این بیت میگن مولانا. مشکل اساسی ما این است که ما همه چی رو با هوا و حال خودمون قیاس میکنیم، با این فهمیش خودمون قیاس میکنیم. تو قیاس از خیش میگیری، همه چی رو با این چی مقایسه میکنی، میگوی که این درست است، این نادرست. این مشکلی بشر اینجاست. تو قیاس از خیش میگیری ولی دوری دور افتاده ای بینگرتنه. تو با این قیاس های خودت از حقیقت بسیار دور افتاده ای. حقیقت اون طرف موند، تو این طرف موندی. خوب راحت تو آسودگی اون طرف موند، تو این طرف موندی، چون که تو قیاس کردی، مقایسه کردی با خودت، با اون عقل کوچکت، با اون چیزی که تا نوگی بینیمون دیدن نمیتونیم، با این ما قیاس کردیم، از حقیقت چی دور موندیم. این مشکلی تمامی بشریت امروز است. هر چی را با این عقل خودمون، یک چیز دو چیزی که می آموزیم، می آییم تمامی اون چیزها رو با این قیاس میکنیم، بر میکشیم، میگیم این درست است، این نادرست و همه رو میگیریم زیر مسخره خود که این بسیار نادرست است. و به همین مناسبت حضرت مولانا قصه دومی مثنوی را میآورد. یعنی در اینجا در اصل خوب با پاسخ گفتن به این مشکلی مولانا این قصه اول که عاشق شدن همین پادشاه برکنیز بود به اتمام میرسونن و قصه دوم همون قصه خوب توتی مردی بقال و توتی می شود که اگر خداوند نصیب کرده باشد در سبت‌های بعدی اون رو بهر شما عزیزان پیشنهاد خواهیم کرد. حالا در این نکته‌ای که اینجا گفتیم امیدوارم ما توانیم اینها رو تنها نگوییم، نشنویم و نگوییم که مولانا اینقدر بزرگ بودن، اینقدر حرفای بزرگ گفتن. این حرفا رو گفتن که تا ما هم شنویم، خوانیم، عمل کنیم، بزرگ شویم و انسانی کامل شویم. این رو به خاطر این برای ما گفتن. امیدوارم از این چیزا ما برای خود یک درس عبرت بگیریم. تا ثبت و برنامه‌های بعدی شما رو به خداوندی بزرگ می‌سپارم. خیر عزیزان.